سلام رفقای گلم، تورنادو هستم. به این ویدیو خیلی خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با همدیگه طریقه فعال کردن گزارشگر رو ببینیم. فقط قبلش لایک، سابسکرایب و نظر، اون زنگوله رو هم یادت نره. مرسی. لیتس گو. خب رفقای گلم، بدون معطلی میریم سراغ آموزش از طریق یکی از اگه شما هم مثل من همین مشکل رو داشتید که وارد بازی نمیشد، با سرور کانادا امتحان کنید درست میشه. خب بچه ها، قبل از اینکه بریم و آموزشو بدم، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید این ویدیو رو، زنگولش هم بزنید. Well, hello and welcome to what amounts to football heaven. It doesn't get a whole lot better than this. The conditions are utopian. The sky is blue and the players are with us for a football match so widely and keenly anticipated.
Truly, this is pristine, and the level of expectation and excitement is reflected in the smiling faces of the crowd. خب رفقای گلم، همونجوری که دیدید داره گزارشگری رو انجام میده و بازیمون رو گزارش میکنه. حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید که اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشید. کامنت هم بذارید، اگه مشکلی داشتید بگید، من در خدمتم توی کامنت ها. بعد این ویدیو رو هم اگر که دوست داشتید، به دردتون خورد، لایک کنید. مرسی که هستید. یالی، خدا نگهدار.